به نام خدا، سلام عرض می‌کنم حضور شما هموطنان گرامی. در روزی که گذشت شاهد بارش باران در بخش‌های شرق و شمال شرق کشور بودیم. پیش بینی می‌کنیم که برای امشب هم همچنان شرایط برای بارش‌های رگباری به همراه رعد و برق در مناطق شرقی و شمال شرق کشور مهیا باشه، به ویژه در خراسان جنوبی که برای بخش‌های شرقی کشور از جمله در خراسان جنوبی هشدار سطح نارنجی هواشناسی صادر شد. احتمال آب گرفتگی معابر عمومی، سیلابی شدن مسیرها و طغیان رودخانه‌های فصلی وجود داره. برای فردا و پس فردا یعنی روزهای دوشنبه و سه‌شنبه پیش بینی ما بر این هستش که در بخش‌های از جنوب شرق کشور بارش اتفاق بیفته، یعنی بخش‌های جنوبی سیستان و بلوچستان، مناطق شمال و شرق استان هرمزگان، بخش‌های شرقی استان بوشهر و همچنین در ارتفاعات استان کرمان هم انتظار داریم که رگبار، رعد و برق و گاهی وزش باد شدید موقتی رو داشته باشیم. در سایر بخش‌های کشور جو نسبتاً آرام و پایدار و آسمانی صاف و آفتابی رو خواهیم داشت. البته در نوار شرقی کشور و بخش‌هایی از مرکز در برخی از ساعات افزایش سرعت وزش باد و خیزش گرد و خاک رو هم خواهیم داشت. از همراهیتون سپاسگزارم.